طبق توافق به دست آمده در مذاکرات روز 28 نوامبر با نمایندگان اعتراضگران میبایست ساعت 10 صبح 30 نوامبر به وقت تاجیکستان علاقه موبیلی و اینترنت در شهر خوروغ و اطراف آن برقرار کرده میشد. اما شماره زیاد زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان که در بیرون از ولایت قرار دارند میگویند علاقه موبیلی و اینترنت با خوروغ تا حال برقرار کرده نشده است و آنها نمیتوانند به نزدیکان خود زنگ زده از احوالشان باخبر شوند. به گفته همصحبتان پایگاه خبری بامداد اغلو هم طوری که در روزهای اعتراضهای خوروغ در مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان در خوروغ و اطراف آن تنها آنهایی که سیمکارت افغانی یعنی از شرکت‌های موبیلی افغانستان همسایه را دارند به علاقه موبیلی و اینترنت دسترسی دارند. در روزهای ناآرامی‌ها خبرها و عکس و ویدیوها از خوروغ به بیرون نیز اساساً توسط امین سیمکارت‌های افغانی فرستاده میشد. در همین حال یک عضو کمیسیای 44 نهاد عبارت از 44 نفر که اعتراضگران برای مذاکرات با مقامات و نظارت اجرای طلب‌هایشان انتخاب کردند در صحبت تلفنی به سامانه پامیر اینفو گفته است که این کمیسیه علاقه مکان ستاد خود را معین کرده اعضایش به چند گروه کاری تقسیم شدند که باید اساساً سه مسئله را پیگیری کنند. یکم برقرار کردن علاقه موبیلی و اینترنت در بدخشان. دوم شروع تحقیق مشترک قضیه مرگ گلبدین زیابکوف. سوم نشان دادن که دیگر ضرورت برای ادامه حفظ بلاک پست‌های سال 2018 تشکیل شده باقی نمانده است. دو عضو کمیسیای 44 به پامیر اینفو گفتند که اگر مقامات طلب‌های آنها را اجرا نکنند یا وعده خلافی کنند مردم باز به میدان برخواهند گشت. به اطلاع این سامانه که مسائل بدخشان را پیگیری میکند به هیئت کمیسیای 44 از جمله نفران شناخته چون مظفر مبارک شایف سابق داوطلب اشتراک در انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان فراموز ارگاشف رهبر انجمن حقوق شناسان پامیر منوچهر خالق نظرف همچنین فعالان خرسند محمد شایف و بختاورشاه بختیاروف شامل شدند. یادآور میشویم روز 25 نوامبر در خوروغ در پی کشته شدن دو ساکن دهه 17 نویه روشکله در یک عملیات نیروهای قدرتی اعتراضها سر زد که تا شام 28 نوامبر 4 روز دوام کرد. مردم به جوابگری کشیدن گناهکاران مرگ گلبدین زیابکوف و توتیشا امیرشایف از بین برداشتن بلاک پست‌ها و هم استعفای رئیس ولایت را طلب داشتند. شام 28 نوامبر در پی 10 ساعت مذاکرات نمایندگان اعتراضگران با مقامات اهل میدان خانه به خانه پراکنده شدند. بنا به اطلاع دریافتی مقامات چند طلب اعتراضگران از جمله در مورد تحقیق سبب‌های کشتن دو ساکن تبدیم را پذیرفته همان روز چند پاسگاه‌ها را در درون شهر خوروغ برداشتند.